ما قدرت پیدا نکردیم که امروز عزیزای خدا را سنگ زنیم، بلکه من بر شما گفتم که آن سنگهایی که در اطراف مزار است شما بوسه نکنید، این عمل حرام است. اگر از حساب این فتوام در روی دنیا که سیاه شوم، من در همین فتوای خودم ایستادگی هستم. من از این فتوا نمیگردم که بوسه کردن سنگ مزار، بوسه کردن قبر حرام است. آدم مشرک میشود، شرک به خداست. حتی همون حضرت امیر جان هم از شما راضی نمیشود اگر شما سنگ های او را بوسه کنید، اگر آن غیشت هایی که اونها را بوسه کنید. شما روین آیت خوانید، در حقش دعا کنید و این منتظر احتیاج به دعای ما و شما دارد. لیکن از او درخواست نکنید که ای حضرت امیر جان به من فرزند نصیب کن، ای حضرت امیر جان برای من کشایش کار نصیب کن. اینها حرام هستند در اسلام، اینها را جایز نیست. ما و شما سوره فاتحه میخونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین میگیم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای پروردگارا با جز تو من در هیچ کس بنده نیستم. ایاک نعبد، فقط در تو را تعظیم میکنم. و ایاک نستعین، فقط از تو مدد طلب میکنم، از کسی دیگر مدد طلب نمیکنم. حتی از حبیب خدا فرزند طلب نمیکنم، فقط از تو طلب میکنم. این است دستورات اسلامی. شما فتوا را خوب گوش اندازید، کجای این غلط است. من گفتم آن سنگی که در پهلوی حضرت امیر جان است که بعضی از برادران ما دعوا دارند که وای گهواره او باشد، وای از آسمان آمده است. این من افسانه میگم، این دروغ است. وای گهواره ندارد. اگر گهواره می آمد برای محمد صلی الله علیه و سلم می آمد که وای بهترین موجودات و بهترین مخلوقات است. اینا اساس ندارند. دادرای عزیز، در این شما فریفته نشید. من در بین شما هستم نیستم، این عقیده اسلام است. با خدا قسم من در نزد خدا به این سخنهای گفتگیم جواب میگم. من برای شما گفتم مزار آب و آذوقه نبرین. برای چی خاطر گفتم؟ به خاطری که همسایه های شما گرسنه هستند، به خاطری که برادرهای شما گرسنه هستند. اونها را دیهن و اونها را وظیفه‌دار کنین که در حق حضرت امیر جان دعا کنند. حضرت امیر جان اگر قلمه میخورد، حضرت امیر جان اگر گوسفند میخورد، امروز نامی او به نیکی نمیمان. وای دنیا دوستدار نبود، وای دنیا را ترک کردگی بود. آیا کجای همین نادرست است؟ مرحمت خیز است بین قوم. همون انسان هایی که سخن نادرست میبرند، خیز گفت سخنی تو نادرست است، تو خودت نادرست هستی. جوابنامه در قبر در این بابت در صلات مسعودی میارد که در قبرها شما جوابنامه نویسین. لیکن برادرای عزیز، هر یک مسئله باید اساس دلیل داشته باشد. امروز زمانی نیست که به ضرب کلتک و به ضرب سیاست سخن تا گذرانی، بلکه امروز زمانی آمده است که دلیل در کار است، حجت در کار است. از این خاطر ما و شما در همون کاغذک می نویسیم هنگام شب قبر چو هنگام بهار، دلتنگ مباشه در این کلبه تار. ما مهمان صاحب خانه کریم، هرگز نبود کریم مهمان آزار. در همون جوابنامه همین هم می نویسید. این چی فایده می بخشد بر همون میت شما؟ چی فایده می بخشد؟ یک انسان جنایت میکنه در همین جمهوری ما و شما، در همین شهری ما و شما جنایت کرد. آیا همون جنایتکار را عذاب میدهند یا که آدم بیگناه را؟ جنایتکار را عذاب میدهند. اگر این انسانی که در دنیا جنایت کرده است، در دنیا حقوق انسانها را پایمال کرده است، بد اخلاقی کرده است، بی خدایی کرده است، حکم خدا را پایمال کرده است، اگر من 100 جوابنامه در بالای سرش کشال کنم، خداوند وی عذاب میدهد، خداوند وی جزا میدهد. زیرا در سوره زلزله ما و شما میخوانیم
و ما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شرا یره. خدا وعده داده ایستاده است. خداوند به ما و شما گفته ایستاده است کسی که در دنیا به منزله یک دانه چی دانه گندم گویم، به منزله اگر یک دانه گندم در دنیا نیکی کرده باشد خدا وی پاداش نیکی میدهد. اگر در دنیا یک ذره بدی کرده باشد وی منتظر بدی باشد که او را خداوند پاداش بدی میدهد. این خداوند گفته ایستاده است. السلام علیکم دوستان محترم. یک سوالی تعجیلی دارم. سوال چنین است: دیهه ما کلان است، مسجد در یک طرف دیهه است، در مسجد یک عوام امام هست. عوام گفته یک آدم بی سواد امام است، با کدام سببه؟ و در طرف دیگر یک عالم امام است. آیا ما در مسجد از قفای عوام خوانیم یا در قفای عالم؟ التماس جواب مکمل دهید. بر همون دیهه‌ای که این برادر نویسانده است، نخواد که آنقدر فراست و عقل نداشته باشند که عالم افضل از عوام است. خداوند در قرآن میگوید الذین اوتوا العلم درجات. ما عالم ها را درجه خاصه دادگی هستیم. ما عالم ها را درجه خاصه دادگی هستیم. یکی از دوستان خدا میگوید بین عالم و بین جاهل فرق 60 ساله اسب دوان شب و روز دوان چند کیلومتر طی میکند. بین عوام و بین عالم انا همین قدر فرق است. وقتی عالم در همون مسجد باشد چی جای دیگر از پس عوام شما نیت میکنید؟ عالم البته ارزنده است، باید که شما از پس عالم اقتدا کنید. حتی همون امام عوامی که هست وی هم شما باید که همه کسه گوین که ای برادر عزیز اقتدای ما از پس تو جایز نمیشه در حالتی که در بین قوم ما عالم باشد و وی خار باشد و کسی به وی اهمیت ندهد. از پس بودن او ناجایزی نماز شما را نشان میدهد.